مونیا تو چرا هنوز نخوابیدی؟ خوابم نبرد، منتظرت بودم، یا بهتره بگم منتظر جواب بودم ازت. بذار بهت توضیح میدم. چی رو توضیح میدی؟ این پولای لعنتی رو، این اسلحه رو داری خودتو به کشتن میدی. به خاطر چی؟ اجاره عقب افتاده یا چند تا قرض؟ آره به خاطر همونا، چون نمیخواستم پیش تو شرمنده باشم. یادت اون سری ازم آیفون 17 خواستی نتونستم برات بخرم؟ بابا یادت رفته من مرد این خونم؟ مرد این شکلی منو خوشبخت نمیکنه، منو میترسونه. مرد خونه اونیه که با شجاعت سختی رو تحمل کنه، نه اینکه به خاطر ترسش بیفته دنبال خلاف. من تو رو انتخابت کردم چون با جنم مردونگی پول می آوردی تو این خونه، نه با این کارای ترسناکت. تو فکر میکنی من متوجه نمیشم اون خندهات الکیه که غرور من نشکنه؟ ببین اون خنده های الکیت غرور منو 1000 بار بیشتر میشکنه. وحید ما از اول با ترس شروع نکردیم، با امید شروع کردیم. به هم دیگه قول دادیم هر چقدر سخت اما کنار هم زندگیمونو بسازیم، اما نه با دروغ، نه با این کارا. به چشات قسم قول میدم دیگه دنبال این کارا نرم که تو دیگه من نترسی. من هیچ وقت ازت نترسیدم، ترسیدم از اون روزی که اینجوری خودتو گم کنی. بهت قول میدم من فردا همون وحید سابق شم. دیگه ازت چیزی رو پنهون نمی کنم، تمام تلاشم هم میکنم تا خوشبختت کنم. عشقشو یادت رفته، چون عشق باعث میشه که با فقر و بیپولی هم بجنگی.